بنابراین در حدیث قدسی آمده است که الله تعالی میگوید که ای بندگانم، اگر اولین شما یعنی آدم علیه السلام، آخرینتان یعنی آن آدمی که از قیامت پیشتر به دنیا می آید و قیامت میشه، آخرین آدمی که به دنیا تولد میشه بعد از اون قیامت قایم میشه، اولینتان و آخرینتان انسکم و جنکم، انسان هاتون و جن هاتون، كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملک شیء. همه شما اگر مثل تقوادارترین پرهیزگارترین مردی روی دنیا باشید. کیست این آدم؟ این آدم حضرت پیغمبرمون محمد علیه السلام هستند. قسم به نام الله تعالی من عالمترین شما و تقوادارترین شما گفتم. از همه مردی به تقوا در این دنیا حضرت محمد علیه السلام. اگر همه شما انسان‌های و جن‌ها مثل پیغمبر صلی الله علیه وسلم باشید، ما زاد ذلك فی ملک شیء، این در ملک من چیزی رو زیادتی نمیکنه. بنابراین فکر نکنید که وقتی که شریعت شما رو امر میکند که زکات برار، امر میکند که نماز خوان، حج کن، حجاب کن، ریش مان، این به فایده الله تعالی است. الله تعالی بی حاجت است از شما و از تمام عالم بی حاجت است. و این چنین یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملک شیء. ای بندگانم، اگر اولینتون و آخرینتون، انسانهایتون و جنهایتون، فاجرترین مردی روی دنیا، کافرترین مردی روی دنیا که باشد مثل همون باشد، همه کافر، همه بدبخت و گناهگار باشد، ما نقص ذلك من ملک شیء، این از ملک من چیزی رو کم نمی کند. الله تعالی به عبادت ما و عملهای ما حاجت نداره. الله تعالی صمد است، بی حاجت است از همه کس. نه همسر دارد، نه فرزند دارد، نه شریک دارد، نه ضد دارد، نه یاردمچی و مصلحتگر دارد، نه وزیر دارد. الله تعالی از همه چی پاک است. الله تعالی یگانه است و به همه کار قادر است. به هیچ کسی نیاز ندارد، حاجت ندارد. جل جلاله و تقدست اسماؤه. بنابراین وقتی که فرمانهای الله تعالی رو میبینید، شما نادرست تحلیل نکنید. او برای فایده شما هست. وقتی که من کی کرد، او بر ضرر شما است. اگر خواهید اجرا کنید، تجربه کنید ضررش را. خیلی که الله تعالی میگه اعملوا ما شئتم، عمل کنید هر چی که میخواهید. به نزدیکی بعد حساب و کتاب دارد.